بنا به خبر اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان 11 اپریل سال 2023 ساعت 2:24 دقیقه به وقت محلی در کشور زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز این زمین لرزه در 290 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه و 30 کیلومتری جنوب و غرب شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده. اقتدار زمین لرزه در مرکز آن 3 بال در شهر خوروغ 2 بال را تشکیل داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت بر اثر این آفت طبیعی یگان تلفات جانی و خسارات دیگر نیست. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال جاری که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نویه کوهستان مشچو بود، در مجموع 368 خانه از جمله در نویه کوهستان مشچو 318 خانه، در نویه رشت 32 خانه و در نویه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند.